فوتبال رباتی یه بازی مجازی فوتباله که با کنترل بازیکن رباتی که فوتبال واقعی بازی میکنن به صورت تکنیکی و فیزیکی انجام میشه و بازی بسیار هیجان انگیزیه که در زمان کوتاهی به شدت مورد توجه واقع شده. این بازی مسابقات منطقه‌ای و جهانی داره و بهترین بازیکنان فوتبال رباتی در سراسر جهان به بازی‌های جهانی دعوت میشن. فوتبال رباتی به بازیکنان رباتی ختم نمیشه، بلکه به عملکرد کنترل کننده های اونها هم بستگی داره، به ذکاوتشون، هوششون و سرعت عملشون. با ما همراه بشید با مسابقات فوتبال رباتی. قسمت اول، بازیکن مرموز. تو به این میگی سگ؟ شما در سطح من نیستی. خواهیم دید. جدا میخوای توپو از من بگیری؟ توپو بگیریم. خیالت راحت، هیچکی نمیتونه توپو از من بگیره.